درود یاران همراه، به کانال قصه های شبانه خوش اومدید. لطفاً مثل همیشه ما رو با لایک ها و سابسکرایب حمایت کنید. شما را دعوت می کنم به شنیدن بخش دیگری از داستان هیجان انگیز و زیبای بامداد خمار. خب داستان ما به اونجا رسید که رحیم شبانه با مهمونش که دختر پسرخالش بود ارتباط برقرار میکنه و محبوبه این ماجرا رو میفهمه. بعد از رفتن اونا وقتی که به روی رحیم میاره، نه تنها رحیم هاشو نمیکنه بلکه با افتخار کارش رو هم قبول میکنه و اینک ادامه ماجرا. من که گفتم خاطرش رو میخوام، پشت به اون کردم و اداشو در آوردم. خاطرش رو میخواد؟ بس کن رحیم، شرم نمی کنی؟ این زن خجالت نکشید؟ حیا نکرد؟ مگه تو خجالت میکشیدی؟ تو هم که مثل او بودی. مگه چیکار کردم؟ به اتاقت اومدم؟ آب گیر نیاوردی، وگرنه شناگر ماهری بودی. تیر به هدف خورد. آه از نهادم برآمد. خودم کردم، لعنت بر خودم باد. گفتم راست میگی، لیاقت زن پس فطرتی مثل من شوهری مثل توه. صداش به فریاد بلند شد. زبونت دراز شده؟ پار شدی؟ چی شده؟ چی از جونم میخوای؟ چشمانش دریده مثل حیوان نری بود که ماده‌اش ازش جدا کرده باشن. آه که چقدر از جزء بدن او، از دستهای زمخت و بدقوارش نفرت داشتم. آیا این همون رحیم بود؟ گفتم هیچ، از جانت هیچی نمیخوام. برو هر غلطی میخوای بکن. دیگه نمیخوام حتی ریختت رو هم ببینم. مادرش رسید. پس میخوای ریختش رو نبینی؟ زیر سرت بلند شده؟ رو به رحیم کرد. اگر 2 بچه دیگه تو دامنش گذاشته بودی اینطور زبون در نمی آورد. زن اگه اسیر بچه نباشه هوایی میشه. اگه هر روزم مجبور باشه کهنه عوض کنه و کثافت بشوره، دیگه فرصت نمیکنه 1000 ننگ به کس و کار شوهرش ببنده، شوهرش رو حاضر غیاب کنه. با حرص به حیاط رفت تا پسرم را آرام کنه. از پنجره گفتم خانم شما دخالت نکن، احترام خودتون حفظ کنید. باد بهار با لبه دامنش و گوشه های چارقتش بازی میکرد. من بهار را احساس نمی کردم. بوی پیچ امین‌الدوله را احساس نمی کردم. لطافت این فصل و شکوه طبیعت را نمی دیدم. به سوی پنجره چرخید. گفت تو احترام هم باقی گذاشته ای؟ من که میدونم دلت از کجا پره. میدونم چرا بهونه میگیری. میخوای رحیم بره توی نظام. دلت برای اون نسوخته. فقط میخوای اون لباس نظامی بپوشه، چکمه بپا کنه، شمشیر ببنده و صاحب منصب بشه تا تو هم بتونی پیرهن کرپداشین بپوشی، به اینو اون فخر بپوشی. نترس، پیراهن کرپداشین ها رو که دوخته ای، صاحب منصبش رو هم پیدا میکنی. اونقدرها هم بی دست و پا نیستی. دستها رو با استیصال بلند کردم و گفتم وای خدایا. از هر طرف در محاصره افتاده بودم. حالا گناهکار هم شده بودم. رحیم مثل خرس تیر خورده از جا کنده شد. کجاست این پیرهن؟ فریاد زدم نکن رحیم، به پیراهنم چه کار داری؟ پیراهنم رو خیلی دوست داشتم. اون رو پشت پرده به میخی آویخته بودم و روش چادر نماز کهنه‌ای کشیده بودم که کثیف نشه. با چند قدم بلند به اتاق خواب رفت. نتونستم به اون برسم. پرده رو کنار زد و پیراهن رو برداشت. یقه آن رو با 2 دست کشید تا پاره کنه. زورش نرسید. مثل حیوانی با دندان به جان پیراهن افتاد. بعد با 2 دست از 2 طرف اون رو کشید و پاره کرد. از پنجره توی حیاط انداخت و گفت بیا این هم از پیراهن کرپداشین. صاحب منصبی من رو هم خواب ببینی. از او سیر شده بودم، بیزار شده بودم. در حالی که قدم به قدم بهش نزدیک می شدم، در چشمش خیره شدم. با کلماتی شمرده گفتم غلط کردم زن تو شدم. برو دیگه اسم منم نیار. برو پیش همون کوکب جانت. تو لیاقت همین زنها رو داری. اصلا برو بگیرش. بر من لعنت اگه بگم چرا. نمیدونستم آیا قیافه من هم در چشم او همونقدر زننده است که چهره او در چشم من بود؟ همونقدر کری، همونقدر نفرت انگیز؟ فریاد زد میگیرمش، به کوری چشم تو هم که شده میگیرمش به جهنم. تا وسط تالا رفته بود که بازگشت و گفت زن گرفتم، پول میخواد. پولها رو کجا گذاشتی؟ به دنبال پول روی تاقچه گشت. اونجا نبودن. فریاد زد گفتم پولها رو کجا گذاشتی؟ آخر ماه چه پولی؟ همه رو پلو خورش کردی، قاب قاب میوه کردی و چپاندی توی شکم فامیل محترمت. خوب کردم تا چشت در بیاد. کجاست؟ این صاحب مرده کجاست؟ کلید در صندوقم رو میخواست که به دستور خودش از وقتی که مادرش نزد ما آمده بود همیشه در اون رو قفل میکردم، زیر فرش میگذاشتم و هر وقت از خونه خارج میشدم با خودم میبردم. لبه فرش رو بالا زد و کلید رو برداشت. در صندوق رو باز کرد. مقدار ناچیزی پول در اون بود. اون رو برداشت و وقتی مبلغ اندک اون رو دید نگاهی به چپ و راست کرد و شال کشمیر رو برداشت. فریاد زدم اون رو کجا میبری؟ هر جا دلم بخواد. جلو اومد. اون رو در بیاره و ببینم. چی رو؟
علنگو رو در نمیارم، خجالت بکش. گفتم در بیار. دیوونه شده بود. باور نمی‌کردم که بیدار باشم. با خشونت دستم رو گرفت، علنگوامو کشید. همان علنگویی که خواهرم سر عقد به من داده بود. پوست دستم خراشیده شد. گفتم صبر کن، خودم در میارم. دستم رو رها کرد. در بیار، به زبون خوش در بیار. علنگوها رو بیرون کشیدم، به طرفش پرتاب کردم. بگیر برو گم شو. پدرت گم بشه. این بار من دیوونه شدم. به طرفش دویدم. خفه شو، اسم پدرمو نیار. دهانتو آب بکش. تو لایق نیستی کفشای پدر رو هم جفت کنی. اسم پدرم رو تو این خونه خراب شده نبر. مرتی که بی همه چیز بی آبرو. بی همه چیز پدرته. بی آبرو و پدر سوخته است که اگر آبرو داشت دختر 15 سالش پاشنه دکان من از جا نمیکن. همون پدر سگت که فریاد زدم. پدر سگ تو هستی که دنبال هر سگ ماده هرزه‌ای میدویی که به خاطر رفتن کوکب به مادرت پارس میکنی؟ ضربه‌ای که به صورتم زد چنان شدید بود که اول چیزی نفهمیدم. تلو خوردم. دست به دیوار گرفتم. انتظار این یکی رو دیگر اصلا نداشتم. شاید هنوز از ته دل امیدوار بودم که پشیمان بشه. با این ضربه از آسمان به زمین افتادم. پر و بالم سوخت. این سیلی چشم را به روی واقعیت باز کرد. درد کمتر از سوز دل آزارم میداد. مدتی با حیرت به روی او نگاه کردم. یک دستم به دیوار و دست دیگرم به صورتم بود. گفتم حق داری. تقصیر منه. این سیلی حقم بود. بد غلطی کردم که زن تو شدم. ولی دیگه یک لحظه هم تو این خونه نمیمونم. مادرش با نگرانی دم در اتاق ظاهر شد. پسرم در آغوشش بود که لب ورچید و با بغض به ما نگاه میکرد. چونه‌اش میلرزید. آماده گریه بود. به شدت ترسیده بود. رحیم گفت برو ببینم کجا میری. گفتم بشین و تماشا کن. مادرش با لحنی که ناگهان نرم شده بود گفت محبوب جان بیا از خر شیطون پیاده شو. رحیم گفت ولش کن، بذار ببینم چطور میره. با سرعت به اتاق خواب رفتم. چمدان کهنم رو برداشتم. یک مقدار از رخت و لباسام رو در اون ریختم. گردنبند پدرم رو به گردنم بستم. انگشتری رو که مادرم داده بود به انگشتم کردم. اشرفی رو که برای تولد پسرم به من داده بود برداشتم. رحیم گفت اون رو بده به من. مادرش گفت رحیم ول کن، خودم دادم، میخوام بگیرم. اشرفی رو به طرفش پرتاب کردم که فوراً برداشت و با علنگوها تو جیبش گذاشت. به در اتاق رفتم. بچم رو از بغل مادر شوهرم کشیدم. چمدان رو برداشتم. چادر رو سرم انداختم. در حالی که زیر سنگینی بار پسرم و چمدان به چپ و راست متمایل می‌شدم، از اتاق خارج شدم. کفش‌هایم رو به پام کردم. یک لنگه کفش رحیم جلوی پام بود. پشت اون رو خوابونده بود. با حرص به اون لگد زدم. من هم مثل خود او شده بودم. لنگه کفش رو در حیاط افتاد و کنار حوض متوقف شد. باید زودتر میرفتم تا به نسخه دوم این مادر و پسر تبدیل نشدم. باید برم تا پیش از این که سراپای غرق شوم. باید برم. من نتونسته بودم رحیم و آدم کنم، ولی خودم داشتم مثل اون میشدم. وسط پله‌ها بودم که از اتاق بیرون اومد. با پای برهنه دنبالم دوید و چون دید که به خاطر سنگینی بار آرام آرام از پله‌ها پایین میرم، از وسط پلکان به میان حیاط جستی زد و دوید جلوی پله دالان که به در کوچه منتهی میشد. نشست و راهم رو بست. دست‌ها رو به سینه زده بود. مادرش گفت محبوب جان ول کن، کوتاه بیا. رحیم گفت تو کار نداشته باش. به مقابلش رسیدم. با اون چهره آشفته، با اون لات بی سر و پا خیره شدم. در چشم من حالا او یک رذل اوباش بود. گفتم رد شو، بذار برم. جوابی نداد. همچنان که نیش خود را وقیحانه باز کرده بود به من خیره شد. گفتم برو کنار، میخوام برم. میخوای بری؟ به همین سادگی خونه منو بار کردی، میخوای بری؟ نگاهی به چمدان کردم. اون رو محکم به زمین کوبیدم. حالا رد شو، میخوام برم. خب این از نصفش، ولی نصفه اصلی کار مونده. مبهوت به او خیره شدم. اصل کاری؟ به آرامی از جا بلند شد. پسرم رو از آغوشم بیرون کشید. آهسته روی زمین کنار دیوار گذاشت. از جلوی پله و دالان کنار رفت و با دست به در اشاره کرد. حالا بفرما تشریف ببر هراری. قلبم از جا کنده شد. پسرم گریه میکرد. مثل سنگ توی جام خشک شدم. چادر از سرم افتاد. اگه لبه‌های اون تو دو دستم نبود روی زمین می‌افتاد. به سوی دیوار رفتم. مدتی به اون تکیه کردم. مات و مبهوت و مستصعب به فضای خالی خیره شده بودم، ولی چشمانم جایی رو نمی‌دید. آنگاه از دیوار جدا شدم. آرام آرام در حالی که پا به زمین می‌کشیدم، چادرم به دنبالم کشیده می‌شد، به طرف اتاق تالار روانه شدم. اسیر او شده بودم. پسرم مرا بندی کرده بود و تمام این جار و جنجال‌ها فقط باعث شده بود که پرده حیا بین ما از هم دریده بشه. صدای او را از پشت سرم شنیدم که به مادرش میگفت ننه خوب گوشاتو باز کن. دیگه حق نداره این بچه را از خونه بیرون ببره. الماس باید تمامش رو هم با تو بره. فهمیدی؟ دستت سپرده. یا علی، ما رفتیم و رفت.
دلم میخواست از خواب بیدار شوم، خانه پدرم باشم، همون زمانی که پسر عطاالدوله مرا خواستگاری میکرد، همون روزی که منصور مرا خواسته بود یا هر کسی دیگر که مثل خودم بود. در این خانه من غریب بودم، بیگانه، خواسته ها و اصول اینها رو نمیفهمیدم، با فرهنگ این مردم ناآشنا بودم، عجب غلطی کرده بودم. رحیم تا 3 ماه به خونه نیامد. مادرش رو برای من باقی گذاشت تا مانند زندانبانی خشن و سنگدل مراقب من باشه. سگ پاسبان پسرم باشه. دائم بگه پسر آلاخون بالاخون شد. دعا کن زودتر از کوکب سیر بشه و برگرده سر خونه زندگیش. نترس، عقدش نمیکنه. اون قدام خام نیست. یک چند صباحی سیغش میکنه، آبها از آسیاب میفته. اعتنا نمی‌کردم. مرگ و زندگی رحیم برام تفاوتی نداشت. مرگ و زندگی خودم هم برام تفاوتی نداشت. اگه می‌مردم راحت می‌شدم، ولی در اون صورت چه به سر پسرم می‌اومد. چه جور آدمی بار می‌اومد. یک رحیم دیگه، نسخه دوم پدرش، درمونده بودم. کسی نبود که به دادم برسه. شب‌ها تا دیر وقت بیدار می‌نشستم و گلدوزی می‌کردم. خوابم نمی‌برد. صبح که هوا روشن می‌شد، با اندوه آسمان آبی رو نگاه می‌کردم که چقدر در چشم من خاکستری بود. رمق به تن نداشتم. نمیتونستم از رخت خواب بلند شم. انگار شب تا صبح کوه کنده بودم. غمگین بودم. از اینکه باز روزی دیگر آغاز شد و من باید سر از بستر بردارم، باز باید چهره مادر شوهرم رو ببینم که دیدنش کفاره میخواست. کاش نصرت اینجا بود و یادم میداد چه کار کنم. یادم میداد که در جواب مادر شوهرم چه باید بگویم، ولی نه. از پدرم اجازه نداشت. از شوهرش ملاحظه میکرد. آیا هرگز دوباره او رو میدیدم؟ به خود میگفتم که در این خونه چیکار کنم؟ تنها، خسته، دلمرده، دور از پدر و مادر، حتی شوهرم هم نبود. آیا خانه پدری رو ترک گفته بودم تا با پیرزنی زندگی کنم که از عذاب من لذت میبره؟ از پشیمانی دیوانه میشدم. دایه اومد برایم پول آورد. محبوب جان، چی شده؟ حالت خوش نیست؟ دایه جان، به کسی چیزی نگی یا؟ با رحیم حرفم شده. دلم میخواست با کسی درد دل کنم، یکی منو تسکین بده، دلداریم بده. اشکامو که تا زبان میگشودم فرو میریختن از چهرم پاک کنه. با قصه به چونم که میلرزید نگاه کنه و از سر افسوس و تحسر آه بکشه. دایه برای همین اونجا بود. با اندوه سر تکون داد. گفت ول کن، بیا خونه پدرت. پسرم رو چیکار کنم؟ بچه پدر میخواد. پس میخوای چیکار کنی؟ صبر میکنم. سرش به سنگ میخوره. درست میشه. باید بسوزم و بسازم. خب همه زن شوهرها مرافع میکنن. اینقدر مظلوم نباش. اینقدر با آدم نانجیب نجابت نکن محبوبه. از چشمان این زن شرارت میباره. نجابت زیادی هم کثافته ها. از من گفتم. به دایه نگفتم 3 ماه که رحیم رفته. نگفتم منو کتک زده. نگفتم اسیرم کرده. فقط گفتم حرفمون شده. التماس کردم به پدرم و مادرم چیزی نگو و پنهان کنه. بهار نمیگذشت. این فصل لعنتی به پایان نمیرسید. هر شب و روز و اون با درد و عذاب یادآور خاطرهایم بود. هر لحظهش با شکنجه و اندوه سپری میشد. کی این بهار تموم میشه؟ کی بوی پیچه امین و دولت دست از سر من برمیداره؟ بوی خاطرهایی که این همه تلخ شده بودن. خواب میدیدم که در دکان رحیم ایستادم، مشتاق و شیفته، و او به روی من لبخند میزنه، مهربان و عاشق، و باران گرمی بر صورتم میبارد. دکان که سقف داشت. نه، باران که نبود. گریه میکردم. اشکای من بود که این همه داغ بودن. فقط اشک من میتوانست این همه سوزنده باشد. اول تابستان شد. شب بود. در گوشه اتاق نشسته بودم. همان اتاقی که آن را به حسرت تالار میگفتم. چراغ گردسوز را روشن کرده بودم. پایش را بالا کشیدم تا بهتر ببینم. گلدوزی میکردم. الماس کنارم خوابیده بود. مادرش از پله ها بالا آمد و پرسید نمیخوای بخوابی؟ نه. شما میخوای بچه رو ببرید یا میذارید امشب پیش من بمونه؟ اسم بچه‌م رو به زبان نمی آوردم. از اسم الماس چندشم میشد. برای من او فقط پسرم بود. گفت حالا که خوابیده همینجا بمونه، و رفت. روی پسرم رو پوشوندم. زیر لب زمزمه میکردم. نوعی بیخیالی عارفانه کم کم مرا در بر میگرفت. اندوه مانند درد شراب در دلم تهمشین میشد، ولی از بین نمیرفت. حضور داشت، آماده آن که باز برخیزد و آتش به جانم بزند. کلیدی در قفل در صدا کرد. در کوچه باز و بسته شد. صدای پا آمد. دلم فرو ریخت. نه از عشق، از کراهت، از نفرت. رحیم بود. شاد و شنگول. انگار نه انگار که اتفاقی افتاده. از پله ها بالا آمد. روبروی در ایستاد. سر و وضعش نونوار بود. یک جفت کفش تازه به پا داشت و با نهایت حیرت متوجه شدم که پاشنه اون رو نخوابونده. گفت سلام. گفتم سلام. یک پاشو روی چارچوب در گذاشت. خم شد تا بند کفشاشو باز کنه. به ملایمت گفتم رحیم. سر بلند کرد. لبخند زد. دلزده روی از او برگردوندم.
همانطور که سرم پایین بود و گلدوزی می‌کردم پرسیدم تا حالا کجا بودی؟ هر جا بودی حالا هم برو همونجا. گفت چشم. دوباره بند کفشش رو محکم کرد و رفت. این دفعه 6 ماه نیامد. وقتی که آمد پسرم نزدیک به 3 سال داشت و دیگر حرفی از کوکب به میان نیامد. میدونستم که صیغه او را پس خوانده. میدونستم که از او هم سیر شده. این دفعه هم شب به خونه رسید. مادرش بیدار بود. پسرم بیدار بود. به صورت پدرش نگاه کرد. با وقاحت به مادرش گفت نمیخوای بری بخوابی؟ مادرش از جا بلند شد. رحیم گفت این زنگوله را هم ببر. پسرمان رو میگفت. تنها شدیم. دل من مملو از نفرت بود. اومد کنارم نشست. محبوب جان هنوز خوشگلی یا؟ ساکت بودم. صیغه‌اش رو پس خواندم. دلت خنک شد؟ از ساده‌لوحی و حماقت او تعجب میکردم. نمیدونست که هرگز هیچ چیز نمیتونه دل زنی را که خیانت دیده خنک کنه. هیچ چیز مگر انتقام. مگر آنکه از عهده‌اش برآید و بتواند سر آن مرد را به سنگ بکوبد. اگر ساکت میماند، اگر اغماض میکند، اگر تجاهل میکند، بنابر ملاحظاتی است که از میل به انتقام قوی‌ترند و مهمتر آنها وجود فرزند یا فرزندانی است که وابسته به مادر و پروانه وجود او هستند، محتاج حمایت او هستند. با این همه یک زن خیانت دیده آتشفشان خاموش خطرناکی است که اگر بتواند فوران کند خشک و تر را می‌سوزاند، چه بسا خود نیز با آن آتش خاکستر بشه. آتش که از دل برمیاد سراپای وجود را در کام خودش میکشه. به من نزدیک شد و زیر گوشم گفت دل میرود ز دستم صاحب دلان خدا را. میلرزیدم از اشمئزاز، از اینکه او را در آغوش یک زن کثیف بوده، از اینکه مرا این همه ساده تصور کرده بود که میخواست بار دیگر از طلسمی استفاده کند که با آن مرا فریفته بود. از او دل زده بودم. از این شعر دل زده بودم. از زمین و آسمان دل زده بودم. دست او را که به سویم دراز کرده بود پس زدم. ولم کن رحیم، دست به من نزن. صداشو بلند کرد. باز میخوای قشقرق را بندازی؟ خب مرا میخواستی، حالا برگشتم دیگه. ابله‌تر از آن بود که زخم عمیق منو ببینه. چقدر دلم میخواست به او بگم دیگه تو رو نمیخوام. رحیمی که میخواستم مرده. من اون جوانی رو میخواستم که پاک و صادق بود، شوریده عشق من بود، معصوم و بی‌آلایش بود، بی شیله پیله بود، مثل خودم بود. و این را که به جای او میبینم، این گرگ را، این کفتار مردارخوار را که اینجا در مقابل چشمانم نشسته و اینطور وقیحانه میخنده، هرگز نمیخواهم. سیرم، بیزارم، ولی جرأت نداشتم. قدرت نداشتم. حال کتک خوردن نداشتم. از جار و جنجال گریزان بودم. پس چون گوسفندی به سلاخونه میره مطیع و بی صدا با او به اتاق بغلی رفتم. دیگه کسی خنده منو نمیدید. بزرگترین شادی من، اگر شادی در کار بود، با لبخندی تلخ به نمایش در میومد. پسرم دائم در کوچه ولو بود و با 2-3 بچه مثل خودش در خواب خل میلولید. من حریف او مادر بزرگش نمیشدم. قافیه رو سخت باخته بودم. از افتخارات مادر بزرگ یکی هم این بود که نوش همبازی پسر آقا سید صادق سقط فروش بود که خانه نسبتا بزرگی در کوچه کنار خانه ما داشت. از صبح کلفتشان را میفرستادن در خانه ما. الماس را بگویید بیاید با آقا مرتضی ما بازی کند. میگفتم نه، نباید بره. مگه بچه من بچه دایه است؟ مگه لله است که بره سر مرتضی رو گرم کنه؟ نذارید بره. پشت چشم نازک میکرد. واه چه اداها، افاده ها، طبق طبق، سگا به دورش وق و وق. آقاش گفته بره. خود رحیم اجازه داده. یارو سقط فروش بازاره. همچین آدم کمی هم نیست. خیلی آب برمیداره لولهنگش. مگه خود ما کییم؟ چرا نره تا سر من هم کمی فارغ بشه و به کارم برسم؟ خانم خودم نگهش میدارم. اگه بچه نگهدار بودی دلم نمیسوخت. پسرم شادی کنان میرفت و دردناکتر آنکه ذوق زده با جیب پر از قند و نبات برمیگشت. مادر شوهرم از اون میپرسید ببینم چی بهت دادن؟ لج میکردم. میرفتم مقدار زیادی نبات و قند میخریدم. تنقلات مرباجاتی را که دایی از منزل پدرم آورده بود میآوردم و در ظرف میچیدم و میان اتاق میگذاشتم. بعد نهار یا دم غروب میخوردم، ولی انگار هیچ کدام سیر نمیشدم. انگار هرگز از این همه تنقلات به اندازه آن یک مشت قند و نبات پسرم لذت نمیبرد. من از آینده پسر خودم بیمناک بودم. اومد. دایی جان تازه چه خبر؟ خبر سلامتی. نصحت عاقبت زایی. 2 قلو، 2 تا دختر مثل دسته گل. خجسته جانم پیانو میزنه. آدم کیف میکنه. بیا تماشا کن. منوچه اونقدر شیرین شده که نگو. 1000 ماشاءالله. آقا جانت میگه پات رو روی زمین نذار، بذار روی چشم من. بچه به این کوچیک انگار 40 سال از عمرش میره. چقدر با ادب، چقدر با کمال.
دلم برای همشون تنگ شده بود. برای دیدنشون دلم ضعف میرفت. برای نصحت و بچه‌هاش، برای پیانو زدن خجسته، برای منوچهر که هنوز منظره دست و پا زدن و خنده‌هاش شادش در باغ عموجان جلوی چشم بود. دیگه چی دایه جون؟ دیگه اینکه پسر خالت حمید خان تریاکی شده، شب روز پای بساط منقل هرچی گیرش میاد میکنه تو حقه وافور رو دود میکنه به هوا. خودش رو کمی جلوتر کشید. راستی برات نگفتم؟ چی نگفتی؟ که منصور آقا زن گرفت. زن که خیلی وقتی گرفته، پسردار شدنش رو هم برام گفتی. با بی‌حوصلگی سرش رو به عقب برد. نه بابا، اون زنش رو نمیگم، یه زن دیگه گرفته. سر دختر گیتیارا هوا آورده. اسمش اشرف الساداته. پدرش آدم محترمی بوده، ادارجاتی بوده، ولی مرحوم شده. دهانم از حیرت باز موند. راست میگی دایه جان؟ اوهو، 2-3 ماهی میشه. یادم رفته بود برات بگم. با حیرت گفتم از منصور بعیده. حالا زنش چه کار میکنه؟ بیچاره منصور، خودش که نخواسته، نیمتاج خانم به زور وادارش کرده. به منصور آقا گفته الا بلا باید زن بگیری. هرچه منصور گفته والا به پیر به پیغمبر من زن نمیخوام، گفته نه نمیشه، باید زن بگیری. من دلم میخواد تمام وقت رو به نماز و روزه بگذرونم و عبادت کنم. نمیتونم برای شما زن درست حسابی باشم. بیچاره نه که آبل روی اینطور گفته تا خودش هم زیاد سبک نشده باشه. آخر سرم خودش دست آستین بالا زد و اشرف خانم رو پیدا کرده، برای منصور آقا گرفته. یک دختر قد کوتاه سفید توپل مپل. نیمتاج خانم شد خانم بزرگ و اشرف هم شد خانم کوچیک. اون اوایل هیچکس اشرف رو به حساب نمی آورد. خانم بالا خانم پایین نیمتاج خانم بود، ولی از بخت بعد اون زد و دختره حامله شد. بین خودمون بمونه ها، دختره از اون ناتوها از آب در اومده. میگن آبش با خانم بزرگ توی جو نمیره. گفته چرا نیمتاج خانم باید همه کارو کیا بیا باشه؟ من به این خوشگلی اون وقت اون سرکلی باشه. خلاصه روزگار رو برای آقا منصور بیچاره سیاه کرده. هرچی میگه من که از اول با تو شرط هامو کرده بودم، میگه من این حرفا سرم نمیشه. من یکی نیمتاج هم یکی. زندگی رو به کامش زهر کرده. حالا هم که نزدیک به 3 ماهشه. منصور خانم مرتب به نیمتاج خانم میگه تقصیر توئه که این بلا رو به روزگار من آوردی. خب نیمتاج چی میگه؟ هیچ. لام تا کام حرف نمیزنه. اونقدر خانومه که نگو. همین خانومی اوست که زبان منصور آقا رو بسته. فقط یک دفعه به خانم جان شما درد دل کرده و گفتن که من شرمنده منصور هستم. این تیکه رو من براش گرفتم. پس منصورم عاقبت به خیرتر از من نبود. ای پسرعموی بیچاره، دلم خنک شد. سبک شدم. نمیدونستم چرا ته دلم قند آب میکنه. باز اول تابستون شد. خورشید روی همه چی پرتو افکند. روی چوب خشک رو بلند کرد. روی چوب توأم با رنگ در پنجره به هوا بلند شد. باز رحیم بوی چوب میده. باز بوی سرخاب. حالمو به هم میزد. باز مادر شوهرم قرمه سبزی پخت. از بوی اون هم بدم میومد. باز خسته هستم. باز کسلم. باز حالم از بساط صبحانه به هم میخوره. میرم کنار پنجره که به خاطر گرمای تابستون باز گذاشتم. حسیرها آویزانن. حسیرهای نئی. بوی خاک میدم. نفس میکشم. نفس عمیق. میرم کنار حوض و استفراغ میکنم. دلم انار میخواد. رحیم میخنده. مادر شوهرم میگه مبارکه انشالله. انگار آسمان با تمام سنگینی روی سرم سقوط میکنه. آه خدا نکنه. دیدی باز حاملم. به دایه نمیگم. نمیخوام درد پدر و مادرم رو سنگین تر کنم. درد برای خودم کافیه. رحیم جسورتر شده. حالا خوب میدونه دست و پا بسته اسیرش هستم. آخ پس دعای خیر پدرم چطور شد؟ من که دست و پا بسته در بند این دیو اسیر موندم، هر روز شریرتر میشد. صبحها سر کار نمیرفت. ظهرها ناهار به خونه نمیومد. شبها دهانش بوی مشروب میداد. میترسیدم عاقبت تریاکی هم بشه. رحیم پس ظهر کجا بودی؟ کجا بودم؟ دنبال بدبختی سر کار. باغ دلگشا که نرفته بودم. تو که ظهرها توی دکان نمیماندی؟ یادت رفته؟ پس اون وقتا کی به سراغم میومدی؟ یکی بعد از ظهر نبود؟ از وقتی تو زنم شدی ظهرها پایم رو از دکان بریدی. پس چرا صبحها تا لنگ ظهر میخوابی؟ خب زود بلند شو برو به کارت برس. عوضش ظهرها بیا خونه. بیام که چی؟ تو رو تماشا کنم که یا عق میزنی یا مثل اونق منکسره بغ کردی؟ خب حامله‌ام، حال ندارم. حامله نبودنت رو هم دیدیم. با 7 من عسل هم نمیشه خورده. تو سیر شده ای. میزنم تو دهن تا اونقدر سر به سر من نذار. آقا بال سر من شده. وقتی تنها میشدم گریه میکردم. محبوب دیدی چی به سر خودت آوردی؟ دیدی چه غلطی کردی؟
ذره رحم و مروت در دل رحیم نیست. اصلا انصاف نداره، مردانگی نداره. تازه 1 ماه هم تمام شده بود. از صبح زود بخچه حماممو بسته بودم. مادر شوهرم پرسید کجا؟ میرم حموم. بیا پسرم، میخوام اون رو هم ببرم. نه خیر نمیشه. دست بچه رو کشید، اون رو در آغوشش گرفت. الماس با خودم میاد حموم. پدرش قدغن کرده با تو بیاد. بی حال از استفراغ صبح، از استیصال، از سختی، از حاملگی و فشارهای روحی به راه افتادم. از منزل بیرون رفتم. دیگر از حمام رفتن با بخچه زیر بغل، از خرید کردن، از رد شدن از کوچه‌های تنگ و سر و کله زدن با این و آن عار نداشتم. عادت کرده بودم. کم کم در لجنزاری فرو می‌رفتم که نامش زناشویی بود. از هر دری وارد می‌شدم، باز رحیم درست نمی‌شد. دلم می‌خواست ترقی کنه، پیشرفت کنه، برای خود کسی بشه. او دلش نمی‌خواست، زجرم می‌داد، عذاب می‌کشیدم. این بود زندگی زناشویی من. میرفتم و غرق در تخیل بودم. با وجود حال نظری که داشتم، هوای بخار گرفته حمام شلوغ رو تحمل کردم. از سربینه اومدم و نشستم. لباس پوشیدم، لچک شلوار سفید بر سر کردم و تا آب موهامو بگیرم. ناگهان حالم دوباره به هم خورد. دیگه نمیتونستم خودداری کنم. به یکی از کارگرهای حمام که روی لنگ چادری به سر افکند و رد میشد اشاره کردم. متوجه حالم شد. برام لگن آورد تا استفراغ کنم. بعد خندید و گفت مبارک انشالله. ویار داری؟ سرم رو به علامت مثبت تکون دادم. خندید. این شادی شیرینی هم داره ها. با دلی گرفته گفتم این که برای من شادی نیست، عزاست. چرا خدا نکنه با شوهرت نمیسازی؟ ناگهان اشکم سرازیر شد. کسی رو یافته بودم که درد دل کنم. لازم نبود از او احتیاط کنم، زیرا مادر شوهرم نبود. لازم نبود به دروغ در برابرش بخندم، چون داییم نبود، چون به گوش خانم جان نمیرسید، چون اون نمیدونست تا قصه بخوره. دیگه ملاحظه در کار نبود. این زن که من را نمیشناخت، چه خوب غم و اندوه هم رو تشخیص داده بود. چطور با یک جمله همه چیز را حلاجی کرد. با او میشد درد دل کرد. میتونستم پیش او سفره دلم رو باز کنم و امیدوار باشم که صبح فردا بلوا به پا نخواهد شد. اشک امانم نمیداد. اذیتم میکنه. سر تکون دادم. کتکتم میزنه؟ آره. حق کردم. من دختر بصیرالملک مثل بچه‌ای که شکایت همبازیش رو پیش مادرش میبره گریه میکردم. اشک را با گوشه 4 قدم پاک میکردم که بیفایده بود، زیرا که اشک قطره قطره نبود، سیلاب بود. پس چرا گذاشتی حامله بشی؟ چه کار کنم؟ دست خودم که نبود. اگه بدونی چقدر چیز سنگین بلند میکنم، دیگه سمنی رو پر از آب میکنم، از پله‌های مطبخ بالا پایین میرم، گلگاف زبا میخورم که روی خون بیفتم، از بلندی پایین میپرم. هر کاری رو که هر کسی گفته کردم، هر حیله و ترفندی رو به کار بستم، هر چی رو به دستم رسیده خوردم، افاقه نکرده. نمیدونم تریاک بخورم درست میشه یا نه. تریاک بخوری چی درست میشه؟ خودتو از بین میبری دختر. نگاهی به چپ و راست انداخت و آهسته گفت این کارها فایده نداره. اینطوری درست میشه. باید یک نفر بچه رو برات پایین بکشه. سر بلند کردم. روزنه امید در دلم پیدا شد. اشکم بند اومد و پرسیدم کی باید پایین بکشه؟ راستی میخوای بندازیش؟ آره. راستی میخوام. مگه تو کسی رو میشناسی؟ آره، آدمش رو سراغ دارم. از شوق هیجان دستش رو گرفتم. کیه؟ تو چی کار داری کیه؟ یک زنه که کارش همینه. ماهی 10 تا بچه میندازه. بیا همین الان پیشش بریم. با هراس 2 طرف رو نگاه کرد. الان که نمیشه زن. باید اول با او حرف بزنم. ولی دندان طمعش خیلی گرده. باشه، هر چی باشه قبولش دارم. شیرینی تو هم پیش من محفوظه. گفت وای، من وجود خودت رو میخوام. این حرفا چیه؟ 100 کرور پول فدای یک موی سرت. خندیدم. 1 ساعت بیشتر نبود که منو دیده بود و کرور پول رو فدای تار موی من کرد. پرسیدم کی با او حرف میزنی؟ یکی از همین روزا میرم سراغش. اگه قبول کنه دفعه دیگه که میای همون با هم میریم پیشش. ای وای دیر میشه. همین الانم 1 ماه هم تموم شده. دستم به دامنت. نمیشه فردا به سراغش بری؟ آخه من اینجا گرفتارم، مشتری دارم. 3 تومن کف دستش گذاشتم. مبهوت به پول خیره شد. گفتم پول تمام مشتریات رو میدم. پول 1 روز کارت رو میدم. برو با او قرار بذار. پس فردا بریم پیشش کارو تموم کنیم. نرم شده بود. با این همه گفت آخه با این عجله که نمیشه. من فردا عصر میرم با او قرار مدار میذارم. امروز چند شنبه است؟ 1 شنبه. میتونی صبح 4 شنبه بیای اینجا؟ آره، هر طور شده میام. دیر نکنی. 4 شنبه منتظرت هستم. صدایش کردم رقیه بیا. مشتری داشت. خداحافظی کرد رفت. 3 روز بعد 4 شنبه بود. باید بهونه برای رفتن به حمام جور میکردم.
شب با رحیم مادرش و پسرم شام خوردیم. از شوق نقشه‌ای که داشتم اشتهام باز شده بود و سعی می‌کردم خوب غذا بخورم. می‌خواستم فردا جون داشته باشم، رمق داشته باشم. مادر شوهرم از زیر چشم با تعجب منو می‌پایید. در عین شوق وجودم خالی از وحشت نبود. می‌ترسیدم. می‌خواستم فردا صبح اختیار حیات زندگی رو خود به دست یک زن عامی که او را نمی‌شناختم بسپارم. دلم برای پسرم می‌سوخت. نگاهش که می‌کردم دلم مالش می‌رفت. قلبم از فکر بی‌مادر شدن اون فشرده می‌شد. بغض گلومو می‌گرفت. شاید 20 بار در آغوش کشیدم و بوسیدم. دست‌هایش را، موهایش را، اون صورت گرد و توپلو که از خاکبازی پوستش خشک شده بود بوسیدم. الماس جان، دیگه دست به خاک نزنی ها. ببین چقدر دست و صورتت خشک زده. یه وقت خدای نکرده کچلی میگیری. الماس جان، دیگه با آب حوض بازی نکنی ها. آب رو به دست و صورتت نزن مادر. آب حوض کثیف شده، لجن بسته. یه وقت خدای نکرده تراخون میگیری. انگار به او وصیت میکردم. مادر شوهرم به طعنه گفت آره ننه، هر روز از آب شاهی برات 1 سطل آب میخرم که با آن طهارت بگیری. منتظر بود که مثل ترقه از جا در برم، ولی من از کلاهی که میرفتم بر سر او و پسرش بذارم شادمان‌تر از آن بودم که خشمگین شوم. به علاوه راستی که حرف بامزه‌ای زده بود. قشقش خندیدم. من هم جفت خود او شده بودم. هنوز پسرم بیدار بود و داشت بازی میکرد که رویم رو به رحیم کردم و گفتم رحیم جان، من خوابم میاد، نمیای بریم بخوابیم؟ مشغول نوشتن خط بود. بی توجه جواب داد خب تو برو بخواب. بی تو؟ سر بلند کرد، به چشمانم که خمار کرده بودم نگریست و گفت تو که حالت از من به هم خوره. دندونهاش رو با لبخندی وقیح به نمایش گذاشت. من هم به زحمت لبخند زدم. خب ویار همینه دیگه. آدم امروز از یه چیزی بعدش میاد فرداش همونو میخواد. مادر شوهرم با اشمئزاز سر تکون داد و بچه رو با خشونت بغل زد و در حالی که از اتاق بیرون میرفت گفت قباحت داره به خدا. این زن اصلا شرم و حیا سرش نمیشه. بخچه حمامو بستم. 1 دست لباس اضافه برداشتم. مقداری تک پارچه، 1 چادر اضافه و هر چه پول که در خونه داشتم. حدود 60-70 تومانی میشد. دایه تازه اومده و ماهیانه رو آورده بود. بقیه اون را هم از پس‌انداز خودم بود. مدت‌ها بود که رحیم دیگه پولی برای خرج کردن به من نمیداد. گهگاهی سری هم به صندوق من میزد و پولهای من رو برمی‌داشت. اگر این کار رو نمی‌کرد من باید خیلی پیش از اینها پول می‌داشتم. پول‌ها رو در بخچه‌ام پنهان کردم. چادر رو روی سرم انداختم و به راه افتادم. مادر شوهر مطابق معمول سر راهم سبز شد. کجا؟ بر حسب دستور رحیم بعد از اون دعوا و مرافعه قضایی من باید برای خروج از منزل به او توضیح میدادم. میرم حمام. با تعجب دست به دندان گزید. چطور؟ تو که 3 روز پیش همون بودی. خنده جیفی کردم، با وقاحت پاسخ دادم چطوری شد دیگه باید از رحیم بپرسی. تقصیر من که نیست. یکی خورد و کنار رفت. خیلی بی‌حیا شده ای محبوبه. مثل پرنده از قفس بیرون پریدم. با او حرف زدی؟ بیا بریم. صبر کن. 1 مشتری دارم. باید راه بندازم. عجله داشتم. گفتم ولش کن، من پولشو میدم. نه نمیشه، از اعیانه. اگه نرم به سراغش 1 کارگر دیگه میگیره. فقط چرکش مونده. میگیرم میام. در حمام به انتظارش نشستم. خوشحال بودم که میره تا از شر بچه او خلاص بشم. روم رو بسته بودم ولی تنم میلرزید. از اون میترسیدم که کسی سر برسه و منو بشناسه. حمامی ها میرفتن و میامدن. چپ چپ نگاهم میکردن. عاقبت رقیه آمد. پیراهن چیت کهنه و وصله‌داری به تن داشت و چادر مرطوبش رو به دور خودش پیچیده بود. گفت زود باش بریم، دیر شده. درشکه میگیریم. از کوچه پس کوچه ها گذشتیم، به جنوب شهر نزدیک میشدیم. خونه ها فقیرانه محقر به همدیگر فشرده میشدند. اغلب مردم سر و وضع نامناسبی داشتند. با لهجه مخصوصی صحبت میکردند. برخی از جوانها پاشنه را خوابانده و دست را از بدن دور نگه داشته و با پاهای گشاده از هم راه میرفتند. زانوهایشان خمیده بود. هنگام راه رفتن انگار پا روی فنر میذارن. بدن خود را حرکت میدادن. برخی دیگر کتها را روی دوشها انداخته دستمالی در دست داشتند. به تدریج که به جنوب تهران نزدیکتر میشدیم رفتار و عادات مردم تغییر میکرد. همه چیز برای من نامانوس بود و با این همه با اشتیاق میرفتم. بدنم یخ کرده بود. به دستور رقیه درشکه سر کوچه ایستاد. پیاده شدیم. نفس تنگی میکرد. میلرزیدم. نفس عمیقی کشیدم. رقیه پرسید میترسی؟ اگه پشیمان شدی برگردی. انگار خود او هم میترسید. گفتم نه تو جلو برو. یادمه که در چوبی آبی رنگی بود. رقیه دستگیره را گرفت و در رو کوبید. فریاد زد گلیم خانم. زنی با لهجه عامیانه پاسخ داد بی تو دروازه. از پله پایین رفتیم. وارد حیاط آجوری شدیم. خانه کوچک و محقری بود.
در مقابل ما ایوانی قرار داشت که مسقف بود و با 2 ستون گچی به رنگ آبی محافظت میشد. در آن ایوان 2 در وجود داشت که هر یک به اتاقی منتهی میشد. حوض کوچکی در کنار دیوار حیاط نزدیک آشپزخانه قرار داشت که از یک تشت رختشویی اندکی بزرگتر بود. زنی حدود 30 سال که 4 قدی روی سر داشت و پیراهن آبی گلدار آستین بلندی پوشیده بود و روی هم رفته قیافه ترتمیز و خوشایندی داشت، سر بیرون آورد و با دست به ما اشاره کرد. خواستم وارد اتاق روبرو بشم. گفت اینجا نه. اتاق کنار حیاط و جنب آشپزخانه رو نشون داد که کثیف و تیره بود، اندازه یک انباری کوچیک. بوی تریاک از در و دیوار اتاق به مشام میرسید. وارد اون شدم. گلین خانم میرفت و میومد و بلند بلند با پیرزنی که نمیدونستم توی حیاط بود یا توی زیر زمین راجع به کارهای روزمره حرف میزد. دستور میداد مواظب باشد آب دم پخت که تمام شد دمکنی را بذار. من معذب بودم. این تصور را داشتم که در منزل افرادی غریب مزاحمم. عاقبت وارد اتاق شد. خنده کنان به من گفت خب هر کی خربزه میخوره پا لرزش هم میشینه. یک دندان طلا داشت. ناگهان تکان خوردم. به نظرم رسید نباید سر و کارش با زنهای نجیب باشه. او هم به من خیره شد. خطاب به رقیه گفت زکی، اینکه از اون آدم حسابیاست و رو به من سوال کرد شور داری؟ بله. باز بهت بگم من حوصله عروتیز و شور تو رو ندارم. نخواد برا ما قالا چاق کنه ها. رقیه به میان حرف او پرید. شوهرش فلش کرده. رفته یک زن 14 ساله گرفته. مطمئن باش هیچ خبری نمیشه. پولمو چقدر داری؟ خب من 30-40 تومن کمتر نمیگیرم. پرسیدم چقدر میخواهی؟ خب من از 30-40 تومن کمتر نمیگیرم. رقیه آهی از سر شگفتی کشید. من گفتم باشه قبول دارم. چون چشمان نگران منو دید گفت قبوله؟ بخواب خوشگله، نه ترس، درد نداره. اگه میترسی یه عدس تریاک بخور تا هیچی نفهمی. احتیاط را از قابله مادرم که پسر خودم رو نیز به دنیا آورده بودم یاد گرفته بودم. پارچه تمیزی رو که آورده بودم به او دادم. به دستور او گوشه اتاق روی مشمع بزرگ که پارچه روی اون انداخته بود دراز کشیدم. این وسایل و آمادگی او نشون میداد که در این کار تجربه داره و تازه کار نیست. از اتاق خارج شد. با یک کاسه آب وارد شد. چیزی رو کف دست من گذاشت و گفت بخور. پرسیدم این چیه؟ تریاک دیگه، بخور تا دردت نیاد. بدون تأمل تریاک رو خوردم. او منتظر نشست و خونسرد به صحبت با رقیه پرداخت. در میان صحبتاش مرتب از من پرسید خوابت نمیاد؟ من نگران خونه بودم. نزدیک ظهر بود. کم کم خوابم میگرفت. دیدم که پر مرغی در دست داره. با بیحالی پرسیدم این چیه؟ با تمسخر اون رو بالا گرفت در حالی که ادای من رو در می آورد. گفت هان چیه؟ لولو خورخوره که نیست، پر مرغه. دردی احساس کردم و نالیدم. دستش از حرکت باز موند. چیه نازنازی خانم؟ من که هنوز کاری نکردم. درد رو حس می‌کردم ولی بی‌رمق‌تر از آن بودم که حال فریاد زدن داشته باشم. به خود گفتم الان تموم میشه. رقیه نیست تماشا می‌کرد و نوچ کرد. گلین خانم گفت خب به گوشت چسبیده. با چسب که نچسبوندن. کمرتو بلند نکن. گفتم آروم بتمر، کمرتو بلند نکن. درد امانمو برید. مثل گاو نعره‌ای زدم. گلین خانم گفت خب تموم شد. اینقدر کلی بازی نداشت. پر در دستش غرق به خون بود. خوابیدم. یک نفر صدایم میکرد پاشو نمیخوای بری خونت؟ ظاهرا رقیه و گلین خانم ناهار خورده و قلیانشون رو کشیده بودن و چای نوشیده بودن. بلند شدم. بیحال بودم. چیزی میخوری بیارم؟ نه میخوام برم خونه. ساعت چنده؟ 2 ساعت بعد از ظهر. اگه ولت کرده بودم تا شب میخوابیدی. با صدای کشیده و بیحال گفتم آخ دیر شده. از جا بلند شدم نشستم. انگار مثل بچه‌ها قنداق شده بودم. به محض اینکه نشستم لخت بزرگ خون از بدنم خارج شد. از قنداق بودن خودم خوشحال شدم. به زحمت از یقه پیراهنم کیسه‌ای رو که پول در اون گذاشته بودم و در درشکه به گردنم آویخته بودم بیرون کشیدم. 30 تومن به گلین خانم دادم. چشمش به بقیه پول افتاد. پولی رو که به او داده بودم پس زد. نه جونم کمه. ولی تو گفتی 30-40 تومن. شما هم باید همون 30 تومن رو بدی؟ یه روز لنگ کار تو شدم. صبح کی حالا کی؟ زنای دیگه میان اینجا کارشون فوری تموم میشه، بلند میشن میرن خونه. تو خیلی نازنازی. بیحالتر و شادمانتر از آن بودم که جر و بحث کنم. پرسیدم حالا شما مطمئنی که کار تموم شده؟ دست شما درد نکنه. شانس آوردی یه مات بیشتر نبود. چیزی که نبود یه لخت خون. پس ندیدی من چی کارا میکنم؟ 10 تومن دیگر رو از من گرفت و پرسید درشکه میخوای؟ بله.
چادر سرش کرد. با کمک او رقیه تا سر کوچه آمدیم. برایم درشکه گرفت. با هر حرکت درشکه یک مشکون از بدنم خارج میشد. تا نزدیک حمام محله خودمان برسیم داشتم از حال میرفتم. ترس رقیه رو گرفته بود. آهسته 15 تومن کف دستش گذاشتم. گفت خانم جون من همینجا پیاده میشم. مکسی کرد و پرسید حالتون خوبه؟ نه ترس، حالم خیلی هم خوبه. برو به سلامت. پیاده شد. از دست و دلبازی من تعجب میکرد. ذوق زده شده بود. نمیدونست این کمک او چقدر برای من گرانبها بوده. وارد حمام شد و در حال رفتن با تردید به عقب برگشت و مرا برانداز کرد. کرایه درشکه‌چی رو دادم و گفتم منو تا نزدیک خونه برسون. دیگه جان نداشتم. دردی در شکمم شروع شده بود. کم کم اوج میگرفت. همینجا نگه دار. درشکه ایستاد. من همچنان سر جای خود نشسته بودم. نمیتونستم خیز بردارم و پیاده شم. درشکه‌چی برگشت. پس چرا پیاده نمیشی؟ نمیتونم. حالم خوش نیست. دست راست رو دراز کردم تا لبه جلوی درشکه رو بگیرم و پیاده شم. ولی هرچی تکان می‌خوردم حتی نمیتونستم خودم از جام به جلو بکشم. کروک درشکه عقب بود. با دست چپ بخچه حمامم رو میفشردم. نمیدونم درشکه‌چی ترسید یا دلش سوخت. یک دفعه از جا بلند شد، پایین پرید و پرسید خونت کجاست؟ با دست اشاره کردم. همین دره. از روی چادر دو طرف کمرم رو گرفت و مرا مثل عروسک از جا بلند کرد. چرخید و مرا پشت در گذاشت و کوبه در رو یک بار کوبید. روی صندلی سورچی پرید و به سرعت دور شد. صدای مادر شوهرم شنیدم که میگفت اومد. پس رحیم به خونه اومده بود. زانوام از ترس رحیم از شدت خون ریزی لرزید. تا شدم. به در تکیه دادم. لیز خوردم و روی زمین نشستم. بخچه حموم از دستم افتاد. ضعف کرده بودم. در باز شد و مادر شوهرم سر خود رو بیرون آورد. ابتدا مبهوت به کوچه نگاه کرد و چون کسی رو پیدا نکرد به راست و بعد به چپ نگاه کرد. منو دید. ناگهان با دست به سرش زد. رحیم بیا. رحیم ظاهر شد. منو دید. چی شده؟ چرا افتاده؟ مثل اینکه قش کرده. ببرش تو اتاق. رحیم با دستی زیر زانوها دست دیگر زیر سرم رو گرفت و مثل پر کاه از زمین بلندم کرد. در همون حال گفت اسباب حمامش ننه، اسباب حمامش رو بیار. مادر شوهرم بخچه منو برداشت و در رو بست و جلوتر از ما به سوی اتاق دوید. وقتی رحیم که مرا در آغوش داشت به اونجا رسید، او تشک مرا میان اتاق خواب ما پهن کرد و شمع روی اون انداخته بود. رحیم همچنان که مرا در آغوش داشت نگاهی به پیشونی عرق کردن انداخت و گفت محبوب جان چی شده؟ توی حمام حالت به هم خورد؟ مادر شوهرم گفت بذارش زمین، او که حموم نبوده. رحیم با غضب رو بو کرد و پرسید از کجا فهمیدی؟ از موهاش که خشکه، از اینکه همون لباسهای صبح تنشه، از اینکه بوی حموم نمیده. رحیم آهسته من روی تشک گذاشت. با این همه تکانی که به من وارد شد دردی در شکمم پیچید. باز لخته خون از بدنم خارج شد. مادرش چادر از سرم گرفت. به خاطر گرمای هوا پیراهن سفید بلندی با دامن دورچین به تن داشت که تا نزدیک ساق پایم میرسید. نقشای صورتی رنگ داشت. مادر رحیم به او گفت بلندش کن، شمعت رو از زیر بدنش بیرون بکشم. رحیم منو بلند کرد و آه از نهاد مادرش در اومد و گفت رحیم ببین خونریزی کرده. رحیم کنار تشکم زانو زد و به خونی که دامن و ملافه مرا سرخ کرده بود خیره شد. بعد با وحشت به صورتم نگاه کرد. لای چشمایم باز بود. انگار در میان مه و غبار بودم. صدای اونها را از دور میشنیدم. گفت محبوب جان چی شده؟ زمین خوردی؟ آخر چرا؟ خب دوستان به انتهای این قسمت هم رسیدیم. لطفاً مثل همیشه کانال نوپای ما را با لایک ها و سابسکرایب همراه کنید.